الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. آیت 8 سورة بقره. این سورت نامهای زیادی داشت و مدنی سورت بود. وقت نازل شده که مؤمنین حکومت داشتن، نظام داشتن، جامعه داشتن و رسول الله صلی الله علیه و سلم در رأس حکومت قرار داشت، رئیس دولت بود. پس این احکام بیان میکند. در آیات اولی خلاصی صورت قبلا براتون گفته بودیم، تعریف کرد الله کتابه، ترغیب میکنه، تشویق میکنه که کتاب یاد بگیرید. ذالک الکتاب، قرآن کامل کتاب است، لا ریب فیه، هیچ شکی در این نیست که از جانب خالق انسان ها آمده، از جانب مخلوق نیست، کلام مخلوق نیست، کلام انسان نیست، کلام محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه کلام خالق انسان، خالق محمد است. هدی للمتقین، کامل هدایت است. پس متقیان صفاتش بیان کرد، 5 صفات: یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، 4 و بالآخرة هم یوقنون. 5 حکم دنیویش در دنیا چیستن؟ به هدایت استوار هستند. کسایی که این صفات داره، ایمان داره و عمل میکند، این را الله از گمراهی نجات میده و در آخرت کامیاب است. در دنیا هم الله نصرتشان میکنه، در آخرت هم، در دنیا و آخرت کامیابی نصیبشان است. در برابر قرآن بعضی کسای کافرای ضدی و انادی است که دعوت بیتی یا نتی ایمان نمیاره. وقتی که ایمان نآورد، الله جزا داده اینا را که ختم الله، مهر زده در دلهایشان، قوه شنواییشان، بیناییشان پرده است. در دنیا این اسباب درکشان الله بند کرده. اسباب علم چی است؟ کلگی میفهم. اولین سبب بسیار عالی عقل است، نه؟ ختم الله علی قلوبهم، قلب قرآن است. عقل، قوه تعقل تعبیر به قلب کرده. کسی که عقل نداره، دیوانه باشه، چیزی را میفهمه؟ نه، هر قدر که بگویی. دوم سمع است، و علی سمعهم، گوش بسیار مهم، شنویدن. نه کسی چشمام نداشته باشه، گوش باشه، نه میفهمه، حق میشناسه، علم میفهمه، درک میکنه، علم یاد میگیره، مختلف علوم یاد میگیره. بسیار ما چی داشتیم تو علمایی که چشم نداشتن، گوش داشتن، بسیار علمای کلام. پس این که بند باشه، یعنی این را از این استفاده نتانی، نه علم حاصل میشه، نه. و سوم چی است؟ چشم است. و علی ابصارهم غشاوة، در چشم هم پرده باشه. چشم انسان میتونه حق ببینه، علم حاصل کنه، درک کنه، مختلف علوم، مختلف هنرها را کسب کرده میتونه. چشم اینا الله میفرماید قوه تعقل از اینا بند شده، قوه شنواییشان بند است، بیناییشان، حق دیده نمیتونن، شنیده نمیتونن، سرش فکر کرده نمیتونن. پس این جزای دنیایشان. در آخرت عذاب عظیم، عذاب با صفت عظمت، عذاب دائمی را میگن، عذاب دائمی همیشگی بر اینا است. اینجا بعضیا اینطور میگن که سوال جواب دادیم ما که الله که مهر زده خی گناه از اینا چیست؟ ما جواب دادیم، قرآن خودش جواب میده که بل طبع الله علیها بکفرهم، الله به سبب کفرشان مهر زد و این جزای کفره و مثالایش بیان کردیم. حدیث رسول الله صلی الله علیه و کسی که یک گناه را میکند، در قلبش چی زده میشه؟ یک داغ سیاه. اگر توبه کرد، پشیمان شد، عمل خود اصلاح کرد، صیقل میشه، پس پاک میشه. اگر نه که نکرد، دیگه داغ سیاه بالاخره قلب پوشانیده میشه. بعد از این حق هیچ وقت سرش تاثیر نمیکنه. این عذاب الله است، این عذاب دنیاست. بعضی کافرها هیچ نمیشنوه، حتی بعضی مؤمنین هم همین تو گناه کرد باز که الله بل ران علی قلوبهم، الله میگه زنگ زده شده در قلب هایشان. چرا؟ ما کانوا یکسبون، به سبب اعمالی که کسب کرد. انسان گناه را کسب میکند، باز الله قلبش چی میکند؟
زنگ میزنه، مهرش میکنه، تابش میکنه که هیچ باز حق تأثیر نمیکنه. پس پیامش این بود که هر گناهی که از ما و شما سر میزنه باید توبه بکنیم، پشیمان شیم. و من الناس، بعضی از انسان ها، من کسایی هستند یقولو که میگویند آمنا، ایمان آوردیم، بالله، به الله، و بالیوم الاخر، و بر روز قیامت، و ما هم بمؤمنین، در حالی که نیستن اینا مؤمنین قلبا ایمان ندارن، صرف به زبان میگن. خب در این آیت الله صفات سومین گروه مردم یاد میکنه. سومین گروه مردم چی بود؟ که کافرها بودن، ولی کافرهایی که ضررشان بسیار زیاد بود. از این کافرهایی که آشکارا در میدان خود کافر میگه، از این که در اینا ضررش زیاد بود. اینا کافرهای پنهانی بودن، قلبا کافر، در ظاهر مومن. در ظاهر میگفتن ما ایمان داریم، نماز هم میخواندن. ان المنافقین یخادعون الله و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، نماز هم میخواند. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. حج میرفتن، در جهاد میرفت، در جهاد خودش کافره، جهاد هم میکرد، میرفت تا جای پس میامد، در جنگ یک گب میشد فرار میکرد، در گریز اول میبود، دمو جنگات آخر میبود، مقصد میرفت. چرا یه عماله میکرد؟ تا که بر مردم نشان بده، تا که نشان بده که من ایمان دارم. در نماز میامد، در جماعت میامد، در جماعت نماز اعلان میکرد، قرآن میگه نماز میخوان. اما در غیاب پنهانی مسلمان ها را جامعهش اسلام از ضربه میزد، توطیه میکرد، گپای بد میزد، مسلمان ها را میخواست که در بینشان بجنگانه، قوتشان ختم کنه، از داخل کار میکرد. این طور کافر ضررش زیاد است. به می خاطر الله در قرآن اینا را منافق گفتن. منافق کسایی که چل فریب اینا میکنن، خد و فریب میگه، نفاق. الله در قرآن میگه جزای از اینها در آتش جهنم در پایین ترین طبقه. این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق در طبقه پایین ترین آتش است، هیچ کس نجاتش داده نمیده. چند قسم منافقین است در از نظر قرآن و اسلام؟ سوال جوابش است که 3 قسم منافق است. یکی منافقایی بودن که در قلبشان شک بود. در سورة انفال الله بیان کرده است. یک منافقایی بودن در قلبشان چی بود؟ شک بود. که شک میکردن. شکی معنا که نه این طرف تایید میکنه نه اورا، هر دوش میگه صحیح است. کافرم میگه تو خوب آدم هستی، ایران میگه، ولی اسلام قبول نداره. زیادتر مسلمان ها را رد میکنه. در سورة انفال الله یاد کرده است یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل الله فإن الله عزیز الحکیم. فإن الله هو العزیز الحکیم. این منافقا حتی در مکان بودن، اینا منافقین شکی بودن. ما شما را بد نمیگیم، اونا را کلا یک قسمه ایمان نیست. شک ایمان نیست، این مؤمن نیست، همی هم کافره. دوم منافقایی هستند قلبا کافر، شک نداره، یقین داره که اسلام حق نیست، قرآن نیست، به ضد اسلام است، ولی تظاهر به اسلام میکنه، در جامعه اسلامی زندگی میکنه، در بین مسلمان ها، در صف مسلمان ها، در صف نماز است، در صف حج، در صف جهاد، در صف دعوت، در کل شخص همین تو میگرده. خب میگرده در صف، میگه من مسلمان هستم، میگه من مجاهد هستم، میگه من واجی هستم، این تو گپا، معلم هستم، این تو میگه، ولی قلبا کافر است، به ضد اسلام کار میکنه، به ضد مؤمنین کار میکنه. توجه شدین؟ الله این منافقینه که قلبا کافر است صفاتشون اینجا بیان میکند و 15 صفاتشون میگه، به خاطر که ضرر از اینا زیاد بود و جزای مثالا بر اینا بیان میکنه، به این کافرها و اینا بسیار خطرناک. هدف چیست؟ که تو کافرهایی که در داخلتون زندگی میکنه، پیام از این قرآن چیست؟ کافرهایی که داخل صفتون زندگی میکنه بشناسین، فریب نخورین،
از چل و نیرنگ و توطئه و دسیسه‌هایشان. قرآن منافقین معرفی کرده. واقعا قرآن تو گپ میزنه که منافق گپ دیم میفهمیش. تعرفونهم فی لحن القول، دمی چالاکی که زبانشان میفهمی. قربان اسلام شام، قربان قرآن شام، قربانی کتاب ما چش میکنه تیز تیز میمانه. مولوی صاحب بسیار خوب گپا زدی، مولوی صاحبی تو از این گپاش فهمیده میشه که از قلب نمیبرایه، خب فقط به زبان است. قرآن میگه که انهم خشب مسنده، چوبایی که استادش کنی چوب باری برش بگوی هیچ میفایده، سرش گپ حقی تاثیر نمیکنه. این تو کافرها باید مؤمنین این تو کافرهای داخلی که در جامعه است، در تحت نظام است شناخته شود. هدف است مسلمان باید خواب برده نباشه. نگوید که هر کسی که چی میگه یکم تو؟ هر کسی که الله اکبر گفت ما میگیم جل جلاله. هر کسی که الله اکبر گفت ما میگیم جل جلاله. هر کسی که اسلام گفت ما پشتش میدویم. نه، ما باید بشناسیم این واقعا اسلام میخواه نمیخواه. این چه قسم آدم است؟ الحمدلله منافقه که کتش بشینی گپ دیم. من خودم در می درجه هستم، کتش بشینم 10 دقیقه گپ دیم میفهمم که ایمانش در کجاست، در کدام درجه داره نداره میفهم. حالا چند دانه سوالش کنم میفهم چه قسم آدم. و کسای منافقین وسط دنیا هست. منافقین وسط دنیا، به خاطر دنیا در جای 6 تا عالم مفتی هستن، منافق هستن، ایمان ندارن، مفتی است، فتوا میدن وسط دنیا. گپ که میزنن ما میفهمم، از این گپایش میفهمم که الله نجات بده. این دوم قسم است. این هر دو قسم کافر است. سوم قسم منافق ایمان داره قلبا هم به زبان هم، ولی صفات منافق در وجودش است. اعمال نفاق داره، اعمال نفاق. این را باز کافر گفته نمیشه، ولی خطرناک است. خطر است بر انسان. بازور رسول الله صلی الله علیه و در حدیث، در یک حدیث میگه آیت المنافق ثلاثه، در دیگه میگه آیت المنافق 4 گفتگی است. سهش که است چی است؟ اذا حدث کذب، گپ که میزنه بیان میکنه دروغ میگه. یک صفتش بسیار دروغ میگه. یکی خود دروغای مصلحتی است، او خیر جایز است. دروغ میگه بسیار شاخدار خطرناک دروغ که ضرر میرسانه. خب مردم فریب میده. در دروغ هدفش چیست؟ فریب دادن. شما ای تو مردم ها رو میبینین. اگر ما ای تو میگه رسیدیم ای تو کار میکنیم، ای تو میکنیم، اسلام میخوایم، ای میکنیم، دروغ میگه، مردم فریب میده. همین کسایی که خود کاندید میکنن نه، اکثرش زیاد دروغ میگه. نه دوم چی است؟ اذا وعده اخلفه، وعده که میکنه خلاف میکنه. این بسیار بد کار است. خب گپ میزنه کجاستی؟ اینجا هستم، میایی گم میشه. این منافق است، حسابش گم است. حالا چرا دروغ میگی؟ این دروغ ضرر میرسانه به انسان. اینجا دروغ قسمی نگو، این قسم دروغ. مخاطر انسان یک کار داره، یک دیگه وقتی که بگو من نمیتونم میایین تو یک کار، کدام کار داری کار تا پیش ببر. وعده میکنه که این آمدم، اینجا هستم، خلاف اخلاف. از اول که وعده میکنه در قلبش چی نیست؟ وفا به عهد. نیام خطرناک. اولش وعده نکنی که وعده کردی با 100% تصمیم بگی که من با وعده وفا میکنم. باز اگر نکردی فراموشت شد یا مشکل، منافق نمیشی. اما اگر مشکل نبود، فراموش تام نشد، منافق هستی و این صفت منافق است. این تو وعده خلافا خب بسیار زیاد است. امی مسلمان های فعلی اکثرشی صفت ها دواد. افغانی باشه و دروغ نگوید. در 10 گپ 8 تاش که دروغ نگوید چارش نمیشه. 2 تاش اگر راست بگوید. اندسته که ما شما را در جامعه با دروغ عادت دادن. یک کسی را جای روان کنین که بیا بگویم کار کردیم، میگه نه. اول یک دروغ میگه نه، بعد میگه مزاق کردم، با پس راست خودم میگه. چرا؟ زیرا مرض شده برش دروغگویی. تا که دروغ نگوید چارش نمیشه. از این بسیار کوشش کنیم کل ما و شما. کشدار دیگه
سوم صفتش چیست؟ اذا اؤتمن خان، امین میگردانیش، ریاست برش میتی، اداره را برش میتی که دهی خیانت نکو، خانه خیانت میکن، یا پول میزنه یا کار نمیکنه یا میته خرابی میکن. وظیفه را برش میتی، پیش ببر نمیبره. بایسکل برش میتی، میگه نگاه میکنی یا دو خیانت میکنه. موتر برش میمانی، میگه رئیس ویسو نبری، خیانت میکنه، سوار میشه میگرده. خب اینی کلش خیانت هستی. دوا را برش میمانی، یک کسی دوای خدای جای مانده بود که دواست، ساعت یک هفته بعد آمد دوای ما چی کردی؟ گفت ما خوردیم. گفت خداش ما ظالم ها را جزای اعمال تا دوا را برای شما نبود، این بر ما بود، این ما مریض داریم. نه گفت والا شما ما خورده شدی را پیسه را برش میمانی، خیانت میکن. این بسیار بدکار است. خب این تو خیانت، خب خیانت نکنی. خب اسلام برش قبول میکنه، در اسلام خیانت میکنه. ان عرضنا الامانت، اسلام امانت علی السماوات والارض. ریاست دولت امانت است. ابو ذر گفت که یا رسول الله استعملنی، مرا استعمال که ولی بسان. پیامبر صلی گفت یا ابو ذر انک ضعیف و انها امانه. ای ابو ذر تو ضعیف هستی و این امانت است، این ولایت امانت است. و یوم القیامت خزی و ندامه، در روز قیامت رسوایی و پشیمانی است، الا من اخذ بحقها، مگر کسی که حق از این انجام بده. و ادى ما علیها ما علیه، او چیزی که به بالایش است این انجام بده. رسول الله صلی ابو ذر گفت که من تو صلاحیت حکومتداری را نمیبینم، تو ولایت کردن نمیتونی، آدم نیک هستی ولی مدیریت کفایت دیگه کار است، مدیریت نمیتونی. هر مردم مدیریت نمیتونه. زن خوبان حالا میگن زنارن چطور است، خلیفه شده نمیتونه. مرد نمیتونه خلافت، هر مرد نمیتونه. زن خوب او یکم مرد است، هر کس نمیتونه. گپ در علم هم نیست. یکم تا میگم من که مولوی شدم شیخ القرآن و الحدیث من باید کلان باشم، اداره کنم. نه، اداره گپ جدا. در دوران خلفای راشدین وجود داشت، فرمانده جنگ کی بود؟ خالد بود. چرا خالد؟ زیرا خالد یک قماندان قوی بود، مسلکی بود. خب ولی صحابه نگفت که یا رسول الله قماندان جنگ اونا را تعیین کردی؟ خالد ما فضیلت ما بالاست. یعنی خالد از جمله اولون و سابقون الاولون نیست من المهاجرین. خب پس آن ایمان آورده، این ده سال ششم ایمان آورده. ولی در جنگ فرمانده عمومی رسول الله صلی الله علیه و دائم تعیینش میکنه. این سیاست اسلام هم میتونه است. خب هر کس کفایت کاریش میبینه. یک جای یک کسی بودیم، مرا گفت اینجا مولوی صاحب کلان تعیین نکنه. گفتم هر جای مولوی صاحب کلان تعیین نمیشه، او کلانی و اداره کار خود داره، قماندانی و شجاعت این کار خود داره. پس امانت خیانت میکنه. و دیگه چیز یک صفت دیگه در حدیث آمده اذا خاصم فجر، جنگ که میکنه بیا بگی میکنه، دو دشنام میده، ای بد پدرت، ای به مادرت، ای به این دو دشنام. مثل که بعضی زنان ایزویات عادت داره دو دشنامه، زن طایفه عادت زیاد است، مگر زنای با تقوا کونا بسیار سنگین هستن. دیگه بعضی مردم هم تو لچر هست، نه لچر بیاب است. یکم تو میگی بیاب نزدیکش نشی، بیاب چی؟ دو دشنام می شور به خود دو میزنه. همین دو دشنام صفت منافق است. مومن هیچ وقت دو دشنام دهنش باید گپ بد نبره. اگه کسی دشنام هم داد تو خب بد کرد، تو نگو دیگه، تو دیگه این گپ نزن، تو این الفاظی او یاد کرده تو هم شروع میکنی. این خود دیگه دیگه الله اینا رو کوشش کنیم که از اینی صفات منافق ما و شما چی شویم؟ دور شویم. فهمیدیم؟ اگه ما و شما را خب دروغ عادت دادن، اگه یکم دروغ گفتیم مو متضرر میشه، پس برش زنگ ده بگو میبخشی که دروغ گفتم، این تو گپ است. فهمیدین؟ بعد از این دیگه دروغ، خیانت خائن منافقت، دروغگو منافقت، وعده خلاف منافق است، وعده خلافی. و البته منافق عملی، منافق اعتقادی نه. منافق چند قسم بود؟ بعد از نظر قرآن سه، اصلش
دو قسم است، اعتقادی در اعتقادی دو قسم است، عملی. ما شما باید از هر دو نفاق دور شویم. اینی بسیار مهم. کاش که این جماعت خوب شود، همه این جماعت هم خوب شود، دیگران جور میشن. نگوین همین خانم ها میان، این ما شما نه، همین جماعت. و من الناس، این منافقین است که کافر هستند. و من الناس، اینا در کجا بودن این منافقین؟ در مدینه. مدینه را شما میفهمین، یهود هم بود در بینشان، مشرکین هم. بعضش مشرک بودن سابقشان، یهود در بینشان منافق بود، هر دو. و میفهمین که در مدینه چند گروه یهود زندگی میکرد؟ 3 گروه کلان، بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینقاع. 3 گروه کلان یهود بود. یهود خو میشناسین. کی را میگه یهود؟ که دعوا میکنن کتاب ما تورات است، پیامبر ما موسی. این دعوا دروغ میگن که تورات ایمان ندارن، تحریف کردن. با موسی علیه السلام در زندگیش کفر شرک کردن. و نصارا را خو میشناسین، نصرانی عیسوی، میگن کتاب ما انجیل است، پیامبر ما عیسی است، ولی توحید تغییر دادن به شرک. یهودی هم همیتو کرده بودن. مدینه منوره، کسایی که از جمله اینجا برون میبینن، رسول الله هم در اونجا بود. و من الناس، بعضی از انسان ها، مردم ها، بعضی از مردم، من کسایی هستند یقولو که میگوین آمنا، ایمان آوردیم، بالله با الله، و بالیوم الاخر، و بروز قیامت. به زبان میگن ایمان داریم، به زبان میگن. اینجا یک سوال پیدا میشه که ایمان ارکان 6 است، نه؟ ایمان به الله و حدیث سید مسلم است، نه؟ مل ایمان چیست؟ جبرائیل از رسول الله هم پرسان کرد. رسول الله هم چی گفت؟ ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیری و شره. ایمان بیاری به الله، به ملائکه، به کتاب آسمانی، به انبیا، به قیامت، به قضا و قدر. 6 رکن ایمان. ایمان چند رکن داره؟ 6. یکیشون قبول نکردی ایمان مؤمن نیستی، کافر میشی، کافر. کلش باید قبول داشت. اینجا سوال پیدا میشه که اینا گفتن آمنا بالله و الیوم الاخر، ایمان آوردیم به الله، به روز قیامت. این دیگه این ملائکه خوب صحیح ایمان نشد. بشید که مبدأ ایمان یاد کرد، آغازش به الله، آخرش قیامت. دیگه در بین که چیزی هست کتابا کلش میاد. با اختصارا یا هدفش میسته. در بسیار جاها اختصار میکنه قرآن، مختصر کرده کیست. ایمان آورده، ما ایمان میگن، کی را میگن؟ و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. با مؤمنین که روبرو میشدن ما ایمان داریم. قربان قرآن شام، قربان پیامبر شام. بسیار دوست داریم پیامبرم، بسیار مؤمنین هستیم ما. ایتو میگفت پیشروی مسلمان ها. الله چی میفرماید؟ و ما هم بمؤمنین، در حالی که نیستن اینا ایمان آورندگان. ایمان به الله ندارن، به وحدانیتش، ایمان به قیامت ندارن، ایمان به پیامبر ندارن، ایمان به قرآن ندارن، به کتاب الله، ایمان به قضا و قدر ندارن، ایمان به ملائکه ندارن. خود چه قسم مؤمن نیستن؟ قلبا ایمان ندارن. از این فهمیده میشه که یک کسی به زبان ایمان اظهار کنه قلبا نداشته باشه، اون مؤمن نیست، اون مؤمن نیست. ولی با این کار خدا اینا هدفشان چی بود؟ چرا گپ میگفت؟ در اینجا چند صفت منافق یاد شد؟ دو دانه. به زبان میگه ایمان دارم، قلبا ایمان ندارم. بسیاری منافقای دیگه هم که هست مسلمانو، به زبان یک گپ میگه، در قلبش او گپ نیست. به زبان میگه، در قلبش نیست. مردم فریب میده. اینجا سوال پیدا میشه، چرا به زبان میگن قلبا ندارن؟ چرا؟ الله میفرماید یخادعون الله. این دلیلش. والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. فریب میدن اینا الله را به گمانشان. والذین آمنوا، مؤمنین فریب میتن. خب حقیقتا فریب میتن یا نه؟ الله میگه نه، حقیقتا نمیتن. وما یخدعون، فریب نمیتن اینا الا انفسهم، مگر نفسانشان. خدا فریب میتن، خدا فریب میتن. وما یشعرون، شعور ندارن، علم ندارن، نمیفهمن که ما خدا فریب میتن. در اینجا دو صفت دیگه منافق، یک فریبکار است، دیگه علم شعور نداره، یک جاهل بدبخت است. خب یخادعون، خدا چی را میگه؟ خدا پنهان کردن میگه.
خدایی را میگه که در ظاهر یک گپ میگی، در ظاهر هدفت آنچه که میگی در قلب تو نمی باشه. در ظاهر یک موضوع یک گپ میگی و او ظاهری الفاظت یک هدف میرسانه، اما او هدف در قلب تو نیست. تو هدف نمیخوای، تو میخوای دیگه چیزا. مثلا اینا که میفتن ما ایمان داریم، نه در ظاهر هدفشان این نبود که ایمان خدا را اظهار کنند که ما مسلمانیم. هدفشان چی بود؟ فریب دادن. خدا میره میگه هدفشان فریب دادن بود. فریب میدهن اینا الله را. اینجا سوال پیدا میشه کسی خود الله را فریب دادن نمیتونه. اینجا مفسرین میگن به زعمهم، به گمان خودشان، یایی که رسول الله را فریب میده. الله را خود نمیتونه، رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و فریب دادن میتونستن. رسول الله خود ظاهر میدید، از قلب خبر نبود. رسول الله صلی الله علیه و منافقین فریب داده میتونستن. الله در قرآن میگه و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، سوره توبه. بعضی از اهل مدینه است مردو ثابت هستند در نفاق خدا. لا تعلمهم، تو اینا را نمیشناسی، علم نداری. نحن نعلمهم، الله میگه ما میشناسیم. پیامبرم بحث نمیشناخت. یگام تاش که بسیار چالاکی و چاپلوسی میکرد، قرآن گفته بود صفاتشان گفت باز میشناختشان. امیال هم هستن خب زیاده بسیار دمی اطراف ما هم که میرم از ریشم میگنن میگه چی یک ریش مبارکه داری؟ ماچ میکنه ریشم، در حالی که سخت دشمن ریش است. یقین که از ریشم میگیرم بسیار میگه دوستت داریم. من میفهمم که ایمان نداره. از همون کمونستای قسم خورده است. شش جدی نه که روس، همون کمونستایی که امروز هفته در شش جدی روسا را آورده، خاک فروخته. از همون جمله است. از همون کمونستایی که او را میگفتن نه با پیش به طرف کمونیسم. خب از همون کمونستای قسم خورده، لنینیسم و مارکسیسم و اینگه پاره میگفتن. زنده باد انقلاب شکست ناپذیر 7 ثور. این از این جمله. خب زنده باد دوستی خدشه ناپذیر افغان شوروی. دانش از نمک پر میشد. خب افغان شوروی استان شوسکن افغانستان هیچ. افغان شوروی دوستی خدشه ناپذیر. خدشه چیه؟ خطام کسی دی دوستی کش کده نمیتونه که خرابش کنه. یعنی روسا تا ابد اینجا هستن تا قیامت. خبر نه که الله تو ذات اینجا است که در ظرف 10 سال بینیایشان در خاک مالی یا چند تام افغانای مجاهد خیستن. چنان گریز کرد روس هر قدر گفتن استاد شو گم رفت. این از این جمله مردم عالی هستن. متاسفانه بعضیش استاد هم پروفسور هم هست. خب پروفسور باز مرا که میبینه ریشو میگیره بسیار دوستت داره. خب خیر ببین ما میگم لطفتان است، ما را دوست داریم. باز یکم دفعه که با درس میاد در تخته میبینم بسم الله نوشته پاکش میکنه. باز میگه به نام ملت افغان. تو میگه به نام ملت افغان. حالا تو ایمان که داری بسم الله رو چرا پاک کردی؟ باز یک استاد گفت بسم الله رو پاک کرد. گفتم ما کافر میشی؟ گفت خب خیلی نوشته که بسم الله به نام خدا و ملت غیور افغانستان. گفت نه با شرک کردی. گفت به نام خدا و ملت. گفت خب خیلی چی کنم؟ گفت صرف به نام خدا بگو. گفت قش ما سختگیر هستین؟ گفتم می سختگیری نیست، ایمان است. تو ایمان نداری افسوس دیگه. فهمیدین؟ این تو مردم ها هست. شما که خوب در قرآن مهارت پیدا کنین باز اینا را میشناسین. خب حالا نمیشناسین. حالا چند گپ دیگه میگن ولی راست میگه. یخادعون الله فریب میتن اینا الله را به گمان بدشان یا رسول الله را والذین آمنوا کسایی را که ایمان آوردن. مؤمنین چطور فریب میتن؟ ما ایمان داریم که باش اینا ما را قبول کنن در جامعه. مرده ما که مرد باز در مردش در جنازه مولوی را میطلبن. مولوی صاحب بیا. اگر این به جنازه باور نداره بخوان جنازش. در فاتحه گیری قاریا را پیسه میتن. پیسه بخوان قاریسه. یک آیت بخوان سرش تا دعا میکنه.
مؤمنین فریب میتن. اینجا فهمیده شد که یک صفتشان چی بود؟ یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، این دروغ میگن. دیگه صفتشان چی بود؟ فریب دادن. این در حدیث هم آمده. و ما یخدعون الا انفسهم، در حقیقت فریب نمیتن مگر خودشانه. چرا؟ زیرا ضرر فریب به کی میرسه؟ به رسول الله ضرر رسانده نتونستن، به مؤمنین هم خود تباه کردن. چاکن چاست خود تباه کرد. و ما یشعرون، علم ندارن که خود تباه میکنن. مثلا ما و شما یک کسی را میگیم در نماز صبح بیانی، تلاش میکنیم که بیاریم میشی، خود این سویسو میزنه گم میکنه. آلی ما را فریب داد یا خود فریب داد؟ خود فریب داد. نماز را نخواندیم مستحق آتش شدی. حالی که تو میگی به زبان ایمان دارم قلبا نه، این خود فریب دادی، کافر تیر میشی، جای آتش میشه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. در اینجا دلیل است از برای آیت دوم. در آیت دوم الله گفت فریب میتا. اینجا سوال پیدا میشه که چرا فریب میتا؟ این فریب از کجاست؟ منبع فریب در کجاست؟ منبعش الله میگه قلب است. قلب در قلبش مرضی است. یادم مرضی است، در قلبش مرض است، به این خاطر فریب میتا. فی قلوب مرض، در قلب های از اینا مرض است، شک و نفاقت. فزادهم الله مرضا، زیاد میکند الله مرض اینا را، یا زیاد کند الله مرض شانه، کفر شانه، شک شانه. ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، از برای از اینا عذاب دردناک است، دردناک از برای منافقین. چرا؟ بما كانوا یکذبون، به سبب از اینکه اینا همیشه دروغ میگن، همیشه دروغ میگن. در قلبش چی است؟ الله میگه چرا مردم فریب میتن؟ فی قلوبهم مرض، در قلبشان مرض است. مرض دو نوع است، که مرض جسمی است که این مریضی های مختلف نه، سردرد و پای درد و چربی خون و مچم روماتیزم شد و چی شد، فشار بالا رفت، قلب، تکلیف قلبی. دوم مرض قلبی معنوی است، مرض معنوی و قلبی، مرض عقیدتی. اینجا هدف از مرض چی است؟ مرض عقیدتی. فی قلوب مرض، در قلباشون مرض. کل مفسرین میگه ای شک کن و نفاق، شک است، نفاق است، فریب است، کفر است در قلب هایشان، مرض کفر است، شرک است، حتی مرض شرک هم گفتم، شرک است، مرضی استن اینا، مرضی، مریض است آدم. یکم تا مولایی های اصطلاح را میفهمه، یک تا که به گپ دیگه عقیدش خراب باشه میگه این مریض است، دیگه مولایی میفهمه یعنی که مرض شرک داره. یکم تا را میگن مریض است، یکم تا را میگن مرضی است. مرضی معنوی همیست، عقیدش یعنی خراب است. خب وقتی که در قلبشان مرض است، اینا قلب که ناپاک بود، از جای ناپاک گپ چی میبره؟ ناپاک میبره. اینجا که پاک باشه، در زبان هم گپ چی میبره؟ در اعمال هم گپ خوب میبره. یکم تا را ببینی نماز نمیخوانه، نه؟ روزه نمیگیره، حج نمیکنه، قرآن نمیخوانه، که باز بگویش چرا این کار نماز نمیخوانی؟ میگه قلب پاکو، قلبم پاک است، این مردار پلید. اگه قلب تو پاک باشه تو چطور نماز نمیخوانی؟ یکم صوفیای گمراه میتور است، کمونستان هم صفتشانه، منافق طایفه همید. حال چرا نماز نمیخوانی؟ میگه قلب پاکو، قلب ما پاک است، ایمان ده اینجاست، میگه اینجا بسیار پاک است. خب اگه ایمان ده اینجا باشه، خیلی چرا شراب میخوری؟ قلبم پاک است. چرا ارتباط نامشروع داری؟ میگه قلبم پاک است. حالا اگه قلب پاک باشد، از منبع پاک، اعمال پاک، صاف، گپای صاف، تو خود گپ عملت خراب، زبانت خراب، کارت خراب، تو چطوری میگی قلب ما پاک است؟ در حالی که رسول الله میفرماید که الا ان فی الجسد لمضغه، حدیث است، خبردار در جسد یک توتی است، اذا صلحت صلح الجسد كله، او که اصلاح شد کل جسد اصلاح میشه، و اذا فسدت، وقتی که او فاسد شد، فسد الجسد كله، جسد و اندام، چشم و گوش کلش فاسد میشه. کدام است؟ رسول الله گفت الا خبردار و هی القلب، و توته چی است؟
قلب است. قلب ای که اصلاح شوه، ای که پاک شوه، ای که صاف شوه، ای که تزکیه شوه، ده ای که توحید جای بگیره، ایمان قوی جای بگیره، کل دیگه چیزا چشم گوش همه درست میشه. الله میگه قلب از اینا مرضی، قلبش ناپاک از مرداری است که اعمالش ناپاک است. نه قلب های از اینا مرض است، فزادهم الله مرضا، الله زیاد کند برای از اینا مرض شانه. فزادهم الله دو معنی، یا جمله انشائیه دعایی است، دعا زیاد بکنه الله مرض از اینا را، کفر شانه، شرک شانه، شک و شبه شانه، نفاق شانه، الله قار سرش زیاد کنه. یا این که جمله خبری از زیاد میکنه الله برای از اینا مرض شانه. مرض چطور زیاد میشه؟ هر قدر گناه و شرک و کفر کرده میری دیگه هم چی میشه؟ زیاد شده میره. مثل که در سوره آل عمران الله میفرماید ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، گمان نکند کافرها که ما مهلتی که ما میتیم برای وجود و نفسشان به خیرشان باشه. نه، انما نملي لهم ليزدادوا اثما، جزی نیست ما برای اینا مهلت میتیم تا که گناهشان چی شود؟ زیاد شده زیاد شده زیاد شده بر. ولهم عذاب مهین، از برای از اینا عذاب رسوا کننده است. الله زیاد میکنه مرض اینا را. ولهم عذاب علیم، از برای از اینا عذاب دردناک است، دردناک در دنیا و آخرت، خصوصا در آخرت آتش است. چرا؟ بما کانوا یکذبون، بسبب از اینکه اینا همیشه دروغ میگن. کانو ماضی که با بالای مضارع داخل شد معنای دوام، همیشه دروغ میگن، هیچ توبه نمیکنه، همیشه دروغ میگن. دروغ هم خود دروغ تا دروغ، ای در ایمان دروغ میگه. در ایمان که دروغ گفتی یعنی میگی که من مؤمن هستم، دروغ این خود کفر است، خطرناک است. خب دروغ تا دروغ است. یکی دروغ است که مصلحتی است، او جایز هم است، در حدیث میگه جایز است. خب دروغ های مصلحتی، مصلحتی که ضرر به جان مقابل نرسد بلکه به خیرش باشه. مثلا دو نفر جنگ کرده، دو دانه مردا یا دو دانه خانم ها، تو میگی چی میگی؟ او خانم میگه که چطور است؟ میگه یا خواهرخوانده‌اش میگه بسیار اینطور است، تو بسیار بدم میام، میخوام که بزنمش در یک جای. صفاتای بدش میگه. بازی میگه خبر هستی او خود صفاتای خوب تو را گفت. من درباره تو پرسانش کردم، گفت بسیار یک انسان نیک است، ما بسیار دوستش دارم، یک کمک خفه شدیم میخوایم جور بیایم. اینه او نگفته که من را دوست دارم، نگفته که ما جور میایم، ولی تو میگی میخوای در بینشان جور آمد. پیش از او میری آدم چطور میگه ای تو قار ما آورده، میخوایم که در کدام جایی را بزنم. یکم گپای بعدم پشت من گفته، تو میگی نه صفت تکرد، من رفتم گفتی تو بسیار دوستش دارم، میخوایم که تشگاه بدیم، خو یک کمک خفه شده. باز اینجا دلای از اینا چی میشه؟ نرم میشه، نزدیک میشه. باز که میگفتی بخیر این یک سال حق کنین، حالا اینی دروغ است، ولی دروغ است که اصلاحات آورد. یا برای خانم یکم دفعه راست بگوی قار میشه و جگرخون میشه، یکم دروغ میگی که باز جگرخون نشه. خانم میگه برای خانم دروغ بگو که خوشحال باشه. به میز خانم یا کسی ازدواج کرده با خانم خودش، خب با خانم خودش یکم دروغ بگویه. از یکم مثالا داره، نمیگم مثالاش براتون نمیگم، فهمیدین؟ بسیار مثالا داره. اگر بگویی حقیقت بگویی از اون کار مانید میشه. نه خانم یکم زنا زور هستن، سر شوهر خدا زور هستن، گپ خراب میکنه. پس تو چی میگی؟ دروغ میگی دیگه. دروغ میگی که باشه می خوشحال باشه و هیچ خبر نیست، خوشحالش میکنی. یا مست یا جایز است. اینال ای دروغ چی که میگی که اشهد ان لا اله الا الله، شاهدی میتونم که غیر از الله دیگه معبود نیست، محمد رسول الله، ولی حقیقت در قلبت نباشه، ای دروغ کفر است. یا نه ای خطرناک. ای که میگی ایمان دارم نداری، ای بسیار خطرناک. ای که میگی که به اسلام کار میکنم و باز اسلام ریشهش میکشی، ای کفر است. ای تو منافقین باز کافر میشه. ای دروغا، یا می تو دروغای خطرناک میگفتن. خب دروغ در ایمان، دروغ در عقیده، ای خطرناک است. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون.
وقتی که گفته شود از برای زنا فساد نکنین در زمین، قالو میگن انما نحن مصلحون، چیزی نیست ما اصلاح کننده هستیم. در آیت قبلی چند صفت دیگه شان بیان، در قلبشان مرض است، دروغ میگن، 2 صفت دیگه 6 صفت شد. در اینجا چیست؟ فساد میکنن و فساد خدا نه اصلاح میگن. اصلاح میگه. خب فساد چی؟ کفر، شرک، به ضد اسلام کار میکنه، حرام میخوره، امی کل امی فساد خدا چی میگه؟ اصلاح. امی تو منافقین زیاد است. میگه چی میکنی؟ اصلاحات میاریم. اصلاحات چی میاری؟ والله به ضد اسلام کار میکنه، اسلام میخواد ریشه‌کن کنه، نامش چی مانده؟ اصلاحات. نامش اصلاحات مانده. اصلاحات چی اصلاحات میاری؟ تو خرابی کرده رایستی. حالی تلویزیون ها را ماندی، عیاشی کرده رایست، مردم به فحشا برده رایست. میگه همی اصلاح هست. همی فساد، همی بی‌حیایی را، همی رشوت، همی سود زیاد کرده رایست، اختطاف، دزدی، بی امنی، کل نمیره چی میگه؟ کلش اصلاح میگه. حالا کافرها را قوت داده رایستی در این سرزمین، نه؟ کافر قوت داده رایستی، نامش چی میمونی؟ اصلاحات. این صفت منافقه. فساد خدا اصلاح میگه. والله اصلاح واقعی فساد میگه. و اذا قیل، وقتی که گفته شود، لهم برای منافقین، کی بگوید برشان؟ گفته شود پیامبر بگوید، صحابه بگوید، مؤمنین، دعوتگرا، آدمای نیک، علمای برحق. چی بگوید؟ لا تفسدوا فی الارض، فساد نکنین در زمین. فساد چی است؟ کتی کافر یا دوستی میکنن زیاد، کتی کافرها یک جای به ضد ما توطیه گپ میزنین، چرا تو فساد کفر میکنین؟ این در اصل فساد عقیده کفری است. خب در آیات قرآن میاد فساد نکنین در زمین، برای کفر و شرک شایع نکنین در بین مردم. چی میگن؟ قالو، میگوین اینا، انما نحن مصلحون. انما کلمه حسره، جز این نیست، ما کار ما فقط چیز؟ اصلاح. ما نحن، ما هیچ کاری نمیکنیم الا اصلاح، مگر اصلاح. یعنی کار ما فقط اصلاح. سعی کنین اینجا اصلاح را در وجود خود منحصر کردن. مصلح فقط ما هستیم. چی معنا؟ ما فقط که گفتیم ما هستیم، معنایش چیست که شما مفسد هستین. یعنی اینجا تعریضاً صحابه را مفسد گفته، مؤمنین را مفسد گفت. مفسدین خود شما هستین میگه، ما خود فقط اصلاحات میکنیم. یعنی همی عقیده کفری های خدا اصلاح میگه. و ایمان ما و شما را، اعمال ما و شما را چی میگه؟ فساد میگه. این صفت منافق است. انما نحن مصلحون. اصلاح را اگر ما بگم که اصلاحات تا در این جامعه فقط من میارم، از چی فهمیده میشه؟ که دیگرها اصلاحات نمیاره. مگر نه که گفتیم ما هم یکی از مصلحین هستم، یکی از مصلحین، ها؟ از این فهمیده میشه که دیگران مصلحین است. اگر نه که گفتم فقط و فقط مصلح ما هستم، اگر ای تو بگم فقط و فقط عالم ما هستم در این منطقه، از چی فهمیده میشه؟ که دیگه مولوی صاحب هیچ عالم نیست. این هم کلمه حصر بیان کرد. خب پس اینجا 2 صفت از اینا فساد میکنه، فساد خود اصلاح میگه. در مسلمان هم تو زیاد داریم. خب فساد خدا چی میگه؟ اصلاح. مثلا چی میگه؟ این ریش است. مولوی صاحب امیریش تا اصلاح نمیکنی. اصلاح این خب فساد است. نه اصلاح چی معنی؟ کمش کنی ذره. کم کردن خب فساد است. خب این دیدین که فساد اصلاح میگه. این تو آدم ها را خود زیاد دیدین. یک ذره اصلاحش کو. چطور؟ امی تو خوب کمش کو. باز که خوب دگام کم کنی، دگام بیخی لشمش کو میگه. کلش کو. کل که کردم خوب سعی یک دریشی هم بپوش. پوشیدم منوزم یک نیکتایی هم بزن. نورم که زدم باز که آمدم چه این حال ماشاءالله بسیار اصلاح شدی میگه. خب ماشاءالله میگه تو اصلاح شدی. حالا من مفسد شدم یا مصلح؟ اینجا ما خودم فاسد کردیم میگه اصلاح کردیم. این صفت منافق است. حالا زیبایی را در دریشی و نیکتایی میگه. امیریشت هم که یک ذره اصلاح کنی ای تو زیبا معلوم میشی. اینو میتون.
این لنگی و این عبا و قبا و این ریشه بد میبره، این منافق است. خب وای با او دخترایی که بعضی دخترها داریم که ریشدار ازدواج نمیکنن، وای 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 میگه ریشت اصلاح کو، باز به امرای تاروسی میکنم. این هم فی قلوب مرضیست، مرضی ها را ازدواج نکنین. خب آدم مومن چطور زن بگوید؟ زن باید کسی که ریشش کل است، رسول الله می وفر الله ریش بانین، خالف الیهود، با یهود مخالفت کنین، خالف المشرکین، با مشرکین مخالفت کنین، خالف المجوس، با آتش پرستا مخالفت کنین. چیز؟ وفر الله وعف الله، ریش اعلا کنین، وقت شوارب بروتا را خوب کم کنین. بعضی ها داریم بروتا را خوب زیاد مانده، ریش خوب لش میشکده، سر چپه کده. باز چی میگه؟ این اصلاحات آوردم. میگه